یک معجزه حضرت موسی که یک عصا مار شد، تمام سحر ساحرای فرعون همه را بلعید. معجزه حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک استون گریه و ناله کرد، تمام مسجد شنید است اینا. با صحیح ترین حدیث که در صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اومده است، با روایت از حضرت عبدالله ابن عمر، ناله از حجر رسول ناله میزد همچو ارباب عقول. همون ستون خشک رنگ همین آدمای به عقل واری ناله زد. میگه گفت پیغمبر چی خواهی ای ستون؟ گفت جانم در فراقت گشت خون، مسندت من بودم از من تاختی، بر سر منبع تو مسند ساختی. میگه وقتی سوالش کرد که حضرت که چی میخوای، انمی در روایت قاضی ایاز در کتاب شفاش اومدگی است که برای چی گریه میکنی؟ گفت که ای فراقی تو یا رسول الله، آخه من با بویت با نرمی بدنی تو عادت کرده بودم، ای تو ما رو پرتافتی رفتی بالای منبر گریه نکنم. و میگه گفت میخواهی تو را سر کند، شرقی و غربی زی تو میوه چیند. حضرت گفت ستون میخواهی که پیش پروردگار التجا کنم تو را ای سری نو با سرسبز کنم بشکومانم که میوه تو را شرقی و غربی استفاده ببره. ستون می نخل بده است خشکیدگی، یا در آن عالم تو را سر کند تا تر تازه بیمانی در عمل. یا بخواهی گفت انا یک سروی جنتید میکنم، سروی جنتید میکنم که همیتا تازه و آزاده و خشرو. مقصد در جنت، جنت دیگه درختاش حیات جاویدانی دارن و دیگه خشک نمیشون. گفت آن خواهم که دایم شد بقاش. درخت میگه او میگه اگر خرمورم کشم ای سر سبز نمیشم، یک 400-500 سال پس دیگه با خشک میشم. همون در جنت یا رسول الله دعا که خدای تعالی در جنت بسبزانم. گفت آن خواهم که دایم شد بقاش، بشنوه غافل کم از چوب مباش. آخه ناشگری تشوه انسان نخو غیرت یک چوب نداشته باشی، یک چوبه که آخه اون مکلف نیسته، عقل نداره، آخه اون بسید فرد روز قیامت پرسیده نمیشه و همون حیات جاویدانی را طلب داره و مرگ همون انسانی که حیات جاویدانی را طلب نداشته باشه. سعی نکنه آخه بعد این دنیا دنیای دیگه. آن ستون را دفن کردن در زمین تا چه مردم حشر گردد یوم دین. حضرت امر کرد، میگه گرفتن در زمین گورش کردن، فردا روز قیامت وقتی که الله عزوجل بندهاش حشر میکنه آن همون ستون حشر میشه. میگه اینا معجزه استانی حنانه میگن. و حضرت میگه که آن که او را نبود از اسرار داد، کی کند تصدیق اون ناله جمال. کسی را خدای تعالی هدایتش نکرده است، یا عقل فلسفی ابلهانه داره، او اگه جا تصدیق میکنه ناله جماده دعوا میکنن فیلسوفا چوبه که خشک شده است بافته و حجیرهاش همش دیگه مرد است، اگه جا او گریه میکنه. آن که او را نبود از اسرار داد، که کنه تصدیق اون ناله جماد. حضرت میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت به تمکین بود. این فیلسوفا و این کسای عقلگرا اینو میگه پاشو چوبی ای، پای چوبی احساس نداره، نرو که نداره ایچ را نمیفهمه. همین پای نرو نداشته باشه دیده در بالای علو میمونش میسوزه، بوی گوشت میبره، هم نمیفهمه. اگه جو میفهمه که این گرمه خنکه نرمه سخته ایست نمیکنه. فلسفی که منکر حنانه است، از حواس انبیا بیگانه است. این بدبختو میگه ایو اگه میدونن که پیغمبر چی گفتن، دیگه پیغمبر رو با کی مینوزن، قوت پیغمبر از حساب کی است نمیفهمن. اوکی معجزه موسی و احمد رو نگر، چند عصا شد ما رو استون با خبر. یک معجزه حضرت موسی که یک عصا مار شد، تمام سحر ساحرای فرعون همه را بلعید.
معجزه حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که یا استون گریه و ناله کرد تمام مسجد شنید است اینا. با صحیح ترین حدیث که در صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اومده است با روایت از حضرت عبدالله ابن عمر اومدگی است سلسله الذهب است. لیکن برای این درک کردن هدایت الله در کار است. هدایت که نباشه هیچی. معجزه موسی و احمد رو نگر چون ستون شد مار، چون عصا شد مار و استون با خبر، گرنه نامعقول بودی این مزح کی بدی حاجت به چندین معجزه. اوه این چیزی نیست که را به عقل در کنی، به عقل دنیاوی به عقل که درش کردش میشید حاجت به قدر معجزه نبود. اون چی معقول است عقلش میخورد، او چیزی به عقل در کرده میشود احتیاجی داره. میدونیم که این همی کاندیشنر اگر به شرطی که در همون کولد مونیش همون خنک ده استا خنک میکنه، میدونیم که در اون گرمی مونی گرمی میتا به شرطی وایرون نباشه. این را به عقل فهمیده میشود، به عقل میفهمی که دو کرده چورای. نه که معجزه را به عقل چه میفهمی؟ اون چی معقول است عقلش میخوره. چیزی را که به عقل فهمیده شود احتیاج به معجزه نداره. به بیان معجزه بینه که بعد یک ستم ارزوی جاویدانی میکنه و آخه ناشکری بنده مؤمنه که ارزوی جاویدانی و ارزوی جنت نداشته باشه. هیچ وقت یه مؤمن حقیقی نمیشوند. آخه مسلمان همیشه باید ارزو کنه، باید پروست داخل شدن جنت نه، فردوس اعلی را ارزو کنه. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت این فی الجنة 100 درجه ما بین کل درجتین کما بین السماء و الارض. جنت 100 درجه داره. فاصله بین هر دو درجه جنت مثل فاصله بین زمین تا آسمان است. این حدیث امام بخاری است. هم میگه والفردوس اعلاها، بلندترین درجه جنت انمو فردوس است. منها تفجر الانهار الاربعه، همه 4 نهر کلانه که در جنت میروند چشمهاش در فردوس هم همونجا سرچشمه میگیرن و میروند. و حضرت صلی الله علیه و سلم او فردوس مکان پیغمبرها است، مکان صدیقا است، مکان صلحا است، مکان شهدا است. گفت فاذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. اگر از خدا طلب جنت میکنه کمایگی نکنه، بیغیرتی و بهیمتی نکنه، بگو خدایا در فردوس اعلا مستقرم بگردان که پیغمبر را ببینم، در صحبت پیغمبر باشم. آخه فاصله بین ده طبقش مثل زمین و آسمان باشه که بدونه در 1000 سال یگان مرتبه حضرت صلی الله علیه و سلم آیا میبینی یا نمیبینی اگر پای اولوده باشی. برای مؤمن حقیقی باید طلب داشته باشه، ارزوش همی باشه. حافظ و خلدی برین خانه موروثی من است، اندرین منزل ویرانه نشیبن چی کنم. خدای تعالی بهشت جاویدانی را میگه وطنم گفته است وطن میراثیم، اولئک هم الوارثون. بنده های صالح خدا مؤمنای حقیقی وارثند. الذین یریثون الفردوس هم فیها خالدون. میراث با میراث فردوس هم میگیرن. انا در فردوس بعد حیات جاویدانی میبینن، حیاتی که سلامتیش بیماری نداره، جوانیش پیری نداره، بقاش فنا نداره، راحت معیشت شرش قطع نمیشود و بیناش فقر نداره. باید مرد حقیقی باید همی طلبش همیشه همی باشه. ناامید شدن از رحمت پروردگار کفر است. همچنانه که نترسیدن از غضب خدا کفر است، همین ناامید شدن از رحمت پروردگار کفر است. حضرت میگه که لو یعلم الکافر بکل الذی عند الله من الرحمه لم ییأس من الجنة. اگر همی کافر بدبخت بدونه که پروردگار ارحم الراحمین است، رحمتش انتها نداره، همیشه رحمت الله پیش غضبش میروه کو،
هیچ وقت ای جنت ناامید نمیشود. رحمت پروردگار جوش میزنه که چه دریای رحمت تلاطم کند گناه صاحب خویشتن گم کند. اما بعدش میگه که ولو یعلم المؤمن، اگر مؤمن بدونه که در پیش پروردگار چقدر خشم و غضب است، عذاب است، لم یأمن من النار و علیکم السلام و رحمت، هیچ وقت از دوزخ امین نمیشه. دایی در ترس عروسه که خدا نگهدار داره در دوزخ نرفته. خوب است بابای حاجی، خدا حفظتون کنه. ربنا انزلنا منزلا مبارکا و انت خیر منزل. اسباخ باشه الله. شدید العقاب است. واتقوا فتنة الذي تصيبون الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. از غضب خدا بترسه که وقتی غضب خدا اومد جدا نمیکنه دیگه. هشتونه دستات رو بگیره که خدای بزرگ شدید العقاب است. از همین خاطر مقصد که این آگاهی است، یک هشدار است. اگر نماز بخونی، اگر به شرطی که عمل شریعت کسی انجام میده، خشوع به خودش. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت اعملوا فکل میسر لما خلق له. شما عمل کنه، به هر کس همو عمل را خدای تعالی نصیب میگردونه که خلقش کرده است برای همون. فمن کان من اهل سعاده فییسر لعمل اهل سعاده. هر کسی را که خدای تعالی اهل سعادت اهل جنت گردوندگی های، برای او را همون نماز خوش میآید، روزه خوش میآید، از خدا میترسه، سعی میکنه که از حرام الله دور باشه. و من کان من اهل الشقا فییسر لعمل اهل الشقا. اما کسی را خدای تعالی دوزخی کرده باشه، خدای نکرده، نعوذ بالله، برای او را همون کاری دوزخی و معقول میشود. دیگه شراب دوست میداره و رقص سماع دوست میداره و ای نماز قباب میشود. ولی اخی بدبخت در سرش پت کبزریست بروش سبکتر از اینکه بگوی بخیر نماز بخون. یعنی عمل همو خودش بیانگری او است که پگه به چه حالت مبتلا میشه. دیدی که کار درست است، وقتی نماز شد به طاقت میشه، روزه ماه شریف رمضان اومد وقتت خوش میشه و به خوشی و خرسندی روزه را میگیری، زکات مال به یک خرسندی و با شکر نعمت الله میپردازی که خداوند برام امکان داده است که با من دیگران را مقصد که صاحب بال بگردونم، ای زکاتو میتم. وقتی که آرزوی خانه خدا را زیارت کردن داری، بفهم که راه درست است، دیگر نکره. انشالله آخری همی جنت است.